نوستراداموس هم همینو گفته زمانی خواهد رسید که فردی تکلیف سرزمین پارس رو برای همیشه مشخص خواهد کرد. دین اسلام هم همینو گفته شعیب ابن صالح میآید، مردی که آدم مذهبی نیست، نگرش طریقتی داره و ایران نجات خواهد داد، سرزمین پارس رو نجات خواهد داد. شیعه هم همینه میگه حکومتی به زودی در سرزمین پارس بنا خواهد شد که میرسه به دست امام زمان. پیشگویان لور همینه گفتن، پیشگویان عرفانی لور و کرد همینه گفتن. چینی ها همین اعتقاد دارن، پاتریوت های آمریکایی همین باور دارن. این چیزی که الان براتون خوندم از ارمیای نبی یک خانم پاتریوت آمریکایی برای من فرستاده.